ثریا جمال شیخ یا نرگس کدوم ملکه واقعی بالیوود کلاسیک بود؟ ثریا یکی از بزرگترین و بهترین بازیگران سینمای هنده. اولین بازیگری که خواننده هم بود. از هر آدم قدیمی که توی هند بپرسی، زمانی که جمعیت غیرقابل کنترلی برای دیدن ثریا جمع می‌شدن و یادشه. تو این ویدیو داستان جالب زندگی ثریا، ملکه جاودان بالیوود رو بررسی کردیم و از تأثیری که بر سینمای هند گذاشت گفتیم. همینطور از داستان غم‌انگیز عشق ثریا و آناند گفتیم که قربانی دین و مذهب شد و در انتها هم از تبعید خودخواستش گفتیم که در اوج شکوهش رفت. ثریا جمال شیخ که در سینمای هند با نام ثریا یا ثریا مشهور بود، در 15 ژوئن سال 1929 در لاهور متولد شد که الان واقع در کشور پاکستان هست. یه ساله که بود خانواده‌اش به بمبئی نقل مکان کردن. خیلی زود عموی مادریش ظاهر احمد که در صنعت فیلم بمبئی دهه 1930 به یک شرور مشهور تبدیل شد و مادر بزرگ مادریش هم بهشون پیوستن و همه در بمبئی زندگی می‌کردن. این مادر بزرگش کسیه که توی اواخر عمر ثریا تأثیر بسیار زیادی روی زندگیش گذاشت و گفته میشه اون باعث تبعید خودخواسته‌ای شد که ثریا به خودش در اواخر عمرش داد. ثریا یه خانواده مسلمان و عمیقاً مذهبی داشت. اون در دبیرستان دخترانه‌ای توی بمبئی تحصیل کرد و توی خونه از مادر بزرگش آموزه‌هایی به زبان فارسی یاد گرفت و کامل به زبان فارسی مسلط بود. ثریا هیچ آموزش حرفه‌ای در موسیقی ندیده بود، اما صدای بسیار زیبایی داشت و با دوستان دوران کودکیش مثل راج کاپور و مادان موهان توی برنامه‌های رادیویی کودکان آواز می‌خوندن. ثریا به ادبیات به ویژه ادبیات اردو علاقه زیادی داشت و همیشه در حال مطالعه دیده می‌شد. چون خانواده‌اش نزدیک به دنیای سینما و بازیگری بودن، از همون کودکی بازیگری رو شروع کرد. اولین بازیش رو به عنوان بازیگر کودک در فیلم مادام فشن محصول سال 1936 انجام داد و به کمک عموش محمد ظاهر خیلی زود یه نقش خوب هم به دست آورد. اینجا توی سن 7 سالگی ثریا بود و بعد از اون در فیلم‌های زیادی به عنوان بازیگر کودک بازی کرد. اما به کمک عموش محمد ظاهر خیلی زود یک نقش خوب در سن 12 سالگی به دست آورد. یک کارگردانی به اسم نانوپای وکیل اونو کنار عموش دید و متوجه جذابیت و معصومیت ثریای نوجوان شد و اونو برای نقش ممتاز محل انتخاب کرد. ممتاز محل همون دختر ایرانیه که تاج محل یکی از عجایب دنیا به خاطرش ساخته شده. اون فیلمی که اون درش بازی کرد اسمش تاج محل بود. ثریا چون صدای خیلی زیبایی داشت، اون مدیر ایستگاه رادیویی که در کودکی باهاش کار میکرد در سال 1942 برای خوندن ترانه‌ای برای فیلم شاردا انتخابش کرد و از همونجا مربی ثریا شد و حرفه خوانندگیش هم شروع شد و مجموعه‌ای از آهنگ‌ها و ترانه‌های پرطرفدار رو ارائه داد و به یک ستاره تمام عیار آواز در فیلم‌های هندی دهه 40 و 50 تبدیل شد. اون زمان هنوز خوانندگان پلیبک خیلی توی سینمای هند رواج نداشتن و ثریا جز اولین بازیگرانی بود که هم بازیگری میکرد و هم توی فیلم‌ها خودش ترانه میخوند. ثریا در سن 14 سالگی تو سال 1943 در نقش یک قهرمان زن در فیلم ایشارا مقابل پریثوی راج کاپور ظاهر شد. این فیلم دهمین فیلم پرفروش سال بود و اولین موفقیت تجاری ثریا رو رقم زد و همون سال باز در فیلم هاماری بات دومین موفقیتش رو به دست آورد. ثریا اومد با یک شرکت فیلمسازی به کمک دوستش دیویکا رانی قرارداد 5 ساله بست با حقوق ماهی 5000 روپیه. اما وقتی از فیلمسازان بزرگ پیشنهادهای بسیار بالاتر دریافت کرد، خودش هم باور نمی‌کرد. سال 1945 یعنی 16 سالگی ثریا سال بسیار مهمی برای حرفش بود و در 5 فیلم بازی کرد و وقتی کی آصف بهش پیشنهاد بازی با 40000 روپیه در فیلم فول رو داد، قرارداد 5 سالش رو لغو کرد. اون سال فیلم‌های فول و تدبیر 4مین و 5مین فیلم پرفروش سال شدند و نقش‌های اون هم بسیار مورد تحسین قرار گرفتند. ثریا سال 1946 در فیلم ساعت گرانبها به کارگردانی محبوب خان به عنوان بازیگر نقش دوم در کنار نورجهان نقش یک دختر روستایی لجباز به اسم بسنتی رو بازی کرد که بسیار این نقش ستوده شد و منتقدان نوشتن با وجود نام بزرگی به اسم نورجهان در کنارش، فیلم ساعت گرانبها برای ثریا یک موفقیت بزرگ بود. همچنین در فیلم عمر خیام هم همون سال ایفای نقش کرد که این فیلم هم بر اساس زندگی نامه خیام، شاعر، ریاضیدان و منجم ایرانی ساخته شده.
هم فیلم عمر خیام و هم فیلم ساعت گرانبها پرفروش‌ترین فیلم‌های سال 1946 بودند. سال 1947 هند استقلال پیدا کرد و پاکستان هم ازش جدا شد. رفتن نورجهان و خورشید، دو تا از بازیگران برجسته اون زمان هند به پاکستان، به موفقیت ثریا افزود، چون دیگه رقیبی این وسط نبود و ثریا یک تاز میدان شده بود. اوایل استقلال هند حرفه ثریا هم از نظر منتقدان و هم از نظر تجاری به موفقیت دست پیدا کرد. بعد از اکران فیلم پیار کیجیت که در مقابل رحمان بازی کرد در سال 1948، چنان جمعیت بیرون خونه ثریا جمع شدند که غیر قابل کنترل بود. اما اوج موفقیت ثریا در سینمای هند سال 1949 بود که تو اون سال 11 فیلم اکران شد که برای یک بازیگر زن در اون بره از زمان شاهکاری نادر بود. بزرگترین موفقیت اون سالش فیلم باری بهن بود که در مقابل رحمان بازی کرد که بازم ثریا وقتی به اکران فیلمش رفت، جمعیت غیرقابل کنترلی در سالن جمع شده بودند که پلیس مجبور شد با باتوم به اونها حمله کنه که ثریا بعد از این حادثه تصمیم گرفت هیچ وقت دیگه به اکران فیلم‌هاش نره. ثریا تو سینمای هند به عنوان اولین بازیگر خواننده هند مستقل شناخته میشه. سال 1949 در فیلم دیلاگی موسیقی نوشاد، صدای اون و بازیگریش به یک پدیده ملی تبدیل شده بود. ثریا حدود 51 آهنگ برای نوشاد خوند و ترکیب این دو در موسیقی توی اون زمان بسیار مورد استقبال قرار می گرفت. ثریا جمال شیخ به خاطر نقش‌های ساده، صدای شیرین و زیبایی شناخته میشد. اون یکی از پردرآمدترین بازیگران زن دهه‌های 1940 و 50 بود. اون 7 بار در فهرست برترین بازیگران زن واکس آفیس هند قرار گرفت که به مدت 3 سال از سالهای 1948 تا 1950 در صدر این لیست ظاهر شد. باکس آفیس هند همچنین اونو به عنوان بهترین بازیگر زن دهه 1940 معرفی کرده. در سال 2022 ثریا در صدر فهرست 75 بازیگر برتر بالیوود قرار گرفت. تو سال 2013 در اختتامیه 100مین سالگرد سینمای هند، ظاهر ثریا در فیلم‌ها به عنوان بهترین زیبایی روی پرده انتخاب شد. ثریا در زمان خودش روندهای مد رو تعیین می‌کرد که هنوزم مطرح هستند. ساری‌های اون از شاخص‌ترین نمادهای سبک دهه‌های 1940 و 1950 بودند. ثریا اولین زن هندی در تاریخ سینمای هند که بیشتر از همکاران مرد خودش دستمزد می‌گرفت و بعد از اینکه ستاره شد برای هر فیلم 1000 تا 2000 روپیه دستمزد دریافت می‌کرد. اطرافیانش در مورد اخلاق کاری اون گفتن روز ثریا با تلاوت قرآن کریم، کمی ورزش و صبحانه شروع می‌شد. به موقع سر صحنه فیلمبرداری میومد، با همه با احترام رفتار می‌کرد و سر هیچ چیزی غر نمی‌زد. خودنمایی نمی‌کرد، از چیزی ایراد نمی‌گرفت و همیشه با اعتماد به نفس و با وقار رفتار می‌کرد. ثریا اونقدر مشهور و محبوب بود که با وجود اینکه نرگس یک بازیگر با تصویر بین‌المللی هم بود، هم جلوش رنگ باخته بود. اون زمان میوه فروشان هندی داد می‌زدن و میگفتن هندونه‌هامون به شیرینی صدای ثریا هستن و بسیاری از هم‌عصرانش اونو تحسین می‌کردن. به دلیل جذابیتش، اون به یکی از سفیران برند محصولات زیبایی لوتس تبدیل شده بود. یکی از زوجهای هنری موفق ثریا در سینمای اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 بالیوود دیو آناند بود که تازه کار هم بود. سال 1949 در فیلم جیت با هم همبازی شدن و از همونجا عاشق هم شدن و رابطه‌شون شروع شد. رابطه‌ای که جنجال‌ها و دردسرهای زیادی داشت. اما قبل از پرداختن به ماجرای غم‌انگیز عشق ثریا و دیو آناند، تا اینجای ویدیو اگر دوست داشتید لطفاً ویدیو رو حتماً لایک کنید. دیو آناند در سینمای هند یک جوون تازه وارد بود، اما از همون ابتدا توجهات زیادی به خودش جلب کرد و عاشق سادگی و زیبایی ثریا بود و کم کم ثریا هم دلش رو به این جوون پرشور و تازه وارد باخت و اونها در سال 1949 با هم وارد رابطه شدن. اونا روی پرده سینما هم زوج بسیار پرطرفداری بودن. مدت زیادی رابطه‌شون رو مخفی نگه داشتن، اما کم کم علنی شد. داستان این عشق یکی از داستان‌های جذاب محافل سینمایی شد و سر و صدای زیادی به پا کرد. داستان عاشق شدن ثریا هم جالبه. یه روز که در حال فیلمبرداری تو یک قایق بودن، قایق واژگون میشه و ثریا در حال غرق شدن بوده که دیو آناند نجاتش میده و این باعث میشه ثریا یه دل نه صد دل عاشق دیو آناند شه. تا وقتی
وقتی رابطه‌شون پنهانی بود همه چیز خوب بود، اما همین که علنی شد دردسرهای اینها هم شروع شد. اونا خیلی زود تصمیم گرفتن ازدواج کنن، اما ثریا با مخالفت شدید مادر بزرگش مواجه شد و مادر بزرگش هر کار تونست کرد که رابطه اینها رو به هم بزنه. دلیلش هم این بود که ثریا مسلمان بود اما دیو آناند هندو و مادر بزرگ به شدت تعصبیش نمیتونست اجازه بده یک هندو دامادش بشه. اما دلیل پنهانش گفته شده این بود که ثریا تنها عضو پردرآمد خانواده بوده و نمیخواستن اونو از دست بدن. مادر بزرگ ثریا حتی اجازه نمیداد اینو همدیگر رو ملاقات کنن. ثریا اما عاشق دیو آناند بود و هرگز قبول نمیکرد ازش جدا شه. حتی فیلم هایی که قرار بود با هم بازی کنن هم مادر بزرگش خراب میکرد. یکی از صحنه‌های بوسه‌شون رو هم به هم ریخت. اما ثریا زیر بار نمیرفت تا اینکه از طرف مادر بزرگ و عموهاش تهدید شد که اگر به رابطه‌اش با دیو آناند ادامه بده اونا دیو آناند رو میکشن، که بعد از این ثریا ترسید و کم کم سعی کرد دل از دیو آناند بکنه. اما مادر ثریا دیو آناند رو دوست داشت و تلاش میکرد که رابطه اونها به هم نخوره، اما فایده‌ای نداشت و حتی آخرین قرار ملاقاتشون رو هم مادر ثریا تدارک دید و اونها در اون ملاقات همو دیدن و از هم جدا شدن. آناند میگفت اگر ثریا کوتاه نمیومد ما به هم میرسیدیم و مشکلی پیش نمیومد، اما ثریا میگفت من توان مقابله با مادر بزرگم رو ندارم و میترسیدم برای دیو آناند اتفاقی رو رقم بزنن. اونا تو سال 1951 از هم جدا شدن و مادر بزرگ ثریا دیگه اجازه نداد ثریا و دیو آناند در هیچ فیلمی با هم بازیشن. دیو آناند 3 سال بعد ازدواج کرد که ویدیوی بیوگرافی کاملش رو قبلا ساختیم، لینکش بالای صفحه میاد. اما ثریا به انتخاب خودش تا آخر عمرش مجرد باقی موند و هیچ وقت ازدواج نکرد. محبوبیت و موفقیت ثریا در دهه 50 هم ادامه داشت، اما از سال 1951 تا سال 1953 کارنامه ثریا با یک سری شکست‌های تجاری روبرو شد. اما آخرین فیلم دیو آناند و ثریا به اسم فیلم صنم موفقیت بزرگی بود. ثریا سال 1954 در نمادین‌ترین فیلمش به اسم فیلم میرزا غالب بازی کرد، فیلمی که هندی‌ها وقتی اسمش رو میشنون یاد ثریا میافتن. حتی این نقشش از طرف نخست وزیر هند هم تحسین شد. اون نسبت به همعصرانش جسارت بیشتری به خرج میداد و اغلب نقش‌های غیر متعارف هم بازی میکرد، مثلا نقش‌هایی مثل یک زن روسپی. اواسط دهه 50 وقتی دیگه ثریا رفت توی دهه 30 زندگیش، شروع کرد به کاهش کارهاش و بعد از اون گهگاه در فیلم‌ها ظاهر میشد. آخرین فیلمش هم فیلم رستم و سهراب با پریتھوی راج کاپور بود که توی این فیلم نقش تهمینه رو بازی کرد. ثریا در مصاحبه‌ای گفت در طول فیلمبرداری فیلم رستم و سهراب از فشار خون پایین رنج می‌برده و همین رو دلیل بازنشستگی خودش از بازیگری عنوان کرد. ترانه یک کسی عجب داستاهو از فیلم رستم و سهراب یکی از بهترین آهنگ‌های اون محسوب میشه که توی کانال تلگرام قرارش میدم. جالبه بدونید ثریا اولین انتخاب کی‌آصف برای بازی در نقش انارکلی توی فیلم مغول اعظم بوده که به ماد و بالا رسید. دلیلش هم گفته میشه چون اون زمان ثریا و کی‌آصف به مشکلاتی خورده بودن، این شد که انتخابش نکرد. آخرین همکاری ثریا با سینما در سال 1964 بود که فیلم شاگون رو تهیه کرد و بعد از اون کلاً از دنیای بالیوود کنار رفت. اما دلیلش چی بود که انقدر زود سینما رو ترک کرد؟ ظاهراً به 2 دلیل. پدرش عزیز جمال شیخ تو سال 1963 درگذشت و همینطور به دلیل اینکه خودش هم دچار مشکلات سلامتی شده بود. ثریا بعد از مرگ پدرش با مادرش ممتاز بیگم زندگی کرد و با دوستان خیلی کمی از صنعت سینما در ارتباط موند و روابط سینماییش رو محدود کرد. با کسانی که خیلی رفت و آمد می‌کرد نیروپا روی و تبسم بودن. مصاحبه ثریا در سال 1979 بعد از 12 سال بسیار مورد توجه قرار گرفت و توی همون مصاحبه بود که گفت نتونسته جلوی مادر بزرگش وایسه و با دیو آناند ازدواج کنه، اما گفت پشیمون هم نیست. ثریا در سال 1987 مادرش رو هم از دست داد و از سن 58 سالگی به بعد تنها زندگی میکرد.
اون بعد از بازنشستگیش همیشه ابراز نگرانی برای افزایش تصاویر جنسی و خشونت در فیلم‌های هندی می‌کرد. تبسم که دوست ثریا بود گفته غم انگیزه که ثریا در روزهای آخر عمرش درهای جهان رو به روی خودش بسته. اون در سال 1996 جایزه یک عمر دستاورد سینمایی رو هم دریافت کرد. اما نهایتاً بعد از دهه‌ها گوشه‌گیری و دوری از سینما در سال 2004 توی سن 75 سالگی در بیمارستانی در بمبئی درگذشت. و گفته میشد اون از بیماری‌های مختلفی رنج می‌برده. سونیل دات و نوشاد از ملاقات کنندگان اون در بیمارستان بودن و درمندرا که همیشه از طرفداران سرسخت ثریا بوده در مراسم تشییع جنازه اون شرکت کرد. دیو آناند در مورد مرگ اون گفت از مرگش غمگین شدم اما نتونستم به مراسمش برم چون یاد گذشته میافتادم و فقط از دور گریه کردم. آناند حتی توی کتاب زندگی نامش هم از ثریا زیاد حرف زده. آهنگ‌های ثریا به عنوان ادای احترام به اون هر ساله در سالگرد تولدش و مرگش از رادیو پخش میشه و در سال 2016 اون در فهرست 20 ستاره برتر بالیوود قرار گرفت. این از داستان زندگی ثریا، کسی که بهترین بازیگر، خواننده و سوپر استار فیلم‌های هندی بود، اما در اوج شکوه خودش به تبعیدی خودخواسته رفت. اما شما هم لطفاً نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید و بگید به نظرتون ثریا بازیگر بهتری بود توی عصر کلاسیک سینمای هند یا نرگس. و در آخر اینکه اگر ویدیو رو دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید که ویدیوها رو از دست ندید. و اینم بگم که در مورد نرگس هم قبلا ویدیو ساختیم.